مولی از سمت راست فرار کرده. فیلیپ آلوز فرصت خطرناک برای استقلال میره که به وجود بیاد. سید صالحی و گل دوم. گل دوم برای تیم فوتبال استقلال توسط سید مهدی سید صالحی. پیکان قزوین 0 استقلال 2. در 20مین دقیقه مسابقه این چهره در دومین هفته پیاپی موفق به گلزنی میشه برای تیم فوتبال استقلال و بازگشتش به مستطیل سبز رو رویایی تر میکنه. شروع خوب استقلال در این مسابقه، یک بار دیگه ارسال از سمت راست توسط فیلیپ آلوز و بدون مکس با پای چپ با روی پا دروازه ابراهیمی میرزاپور برای دومین بار باز میشه. الان